در بیش از 20 مؤسسه تندرستی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شهروندان با نشانه‌های گرفتاری و سرایت‌یابی بستری گردیده طبیبان با زحمت شبانه روزی برای تبابت آنها کار و جانفدایی می‌کنند. شبانه روزی گذشته از مؤسسه‌های بستری نمایی ولایت بیش از 100 نفر بعد معالجه به خانه رخصت داده شدند. گزارش خبرنگاران ما. با توجه حکومت جمهوری و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بهر تشخیص و تبابت شهروندانی که با نشانه‌های سرایت‌یابی و بیماری‌های شدید التهاب شش در بیمارخانه‌های مرکزی ولایت شهر خوجند، بیمارخانه‌های ناحیوی رقم‌های 2 و 3 ناحیه باباجان غفورов، بیمارخانه‌های مرکزی 17 شهر و ناحیه و شعبه‌های سرایتی بیمارخانه‌های مرکزی بستری شدند، فراهم کردن شرایط تامینات با لوازمات و تجهیزات داروواری تمام امکانات‌ها استفاده می‌شوند. در تشخیص و تبابت در ولایت در اساس جدول در این دوره 1652 نفر طبیبان کارمندان میانه و خرد طبی شرکت دارند و بهر مبارزه بر ضد سرایت‌یابی و حفظ سلامتی هموطنان جانفدایی می‌نمایند. این است که در دو شبانه روزی گذشته 235 نفر بعد بستری شوی و معالجه به خانه رخصت داده شدند. با نشانه‌های ویروس کووید 19 صاحبکار معروف سید مراد دولتوف مؤسس و سرمایه‌گذار 24 شرکت و مؤسسه‌های وطنی و جهانی صاحبکاری تجارتی مارکتینگی و استحصالی نیز سرایت شده تبابت یافته است. دولت آخر ماه اپریل با علامت‌های شدید زکام 8 روز در خانه بعد 8 روز در بیمارخانه کلینیکی ولایت سوخت به نام سنگین قطب‌الدینов معالجه گرفته چند روز قبل رخصت شده است. الحال карантини 14 روزه بعد بستری را اساساً در دفتر کاریش واقع در شهر خوجند با ریوایی توصیه‌ها می‌گذراند و فعالیت کاریش را ادامه می‌دهد. ما با سید مراد دولتوف در تالار شرکت مشورتیش سما کوورکینگ همصحبت شدیم. یکی از ما شخصانی که در این کسل گرفتار شد من در تازه یک همسن هم رفتگی بودم. 4 کسی که ما قطعی بودیم هر 4 کسی هم کسل شدیم. نه که من اینجا اومدم 16 روز خواب کردم. 8 روز خانه خواب کردم. من بعد از 8 روز خانه خواب کردن تمپراتور نفر اومد. من بسیار در خیش و برو همه اومدن میگیرن و اومدن میگیرد با من این واهمش اینه گنده. خود این کسل جسمانیش 20% باشد روحانش 90%. سید مراد دولتوف همچون شهروند حالت گرفتاری به علامت‌های کووید 19 را از سر گذرانده است و همچون عالم روانشناس خلاصه و توصیه‌هایش در وضع امروزی سرایت‌یابی و چاره و راه‌های پیشگیری از سرایت‌یابی به هر نفر مهم است. وقتی که من به بیمارخانه رفتم بسیار دکترای خوب من نغز نگاهی بین کردن خدا باشد یک تمنانی اونجا همه کسایی که بودن من دیدم که چه خیلی نگاهی بین میکنن چه خیلی خوب همش نغز بود همه همون نگاهی بینایی که بالیسوی که در همین بیمارخانه و مردمی که خوبن همش حساب حکومت لچینی کردن. من چی گفتنی هستم در نسبت من همین کرونا ویروس کووید 19 که امروز هست این کسل آدم میکشتگی نیست. این کسل اون خیلی که تمام دنیا بین واهمه کرده استودن همون خیلی نیست. این یک فرم سخت گریپ. اگر که شما کهنه پنیمونیا داشته باشید که کهنه کسل گریپ یا که اون خیلی کسلای کهنه داشته باشید شما با سخته تر میگذارد. من با چی یاردم کرده روز وقتی که بیمارخانه آوردن از روز دومش من بالای خودم کار کردن سر کردم. من فهمیدم که ارگانیسم باید که همین مبارزه بردنش در کار. من چیکار میکردم؟ فکرانه خودتون اداره کردن یاد گیرید. فکرانه با مقصد ارزواتون بندید. باوری کردن در کار. بعد وقتی که شما پوره حیاتتون با باوری میکنید دلتون خالی میشه. تسکین مییابید. فارغ میشید خودتون خاطرتون جمع میشد. من هر روز مشق میکردم برای که ارگانیسم خودش حرکت کنه. هر روز گیمناستیک میکردم دیخاتیلنی گیمناستیک دیگر گیمناستیک میکردم هر روز اکتیو کار میکنم که چی باکی و ارگانیسم همین خیلی است. شما چقدر و کوشش کنید و خودش حرکت کرده ارگانیسم مبارزه میبرد. الحال سید مراد دولتوف در دفتر مرکزی شرکتش از روی جدول توسط رابطه آنلاین به بیش از 6000 نفر درس آموزشی صاحبکاری تجارت میگذراند و فعالیت استحصالی صاحبکاری تجارتی شرکت و مؤسسه ها را در داخل و خارج کشور نظارت میبرد هماهنگ میکند. از جمله کارهای استحصالی تجارتی شرکت های صاحبکار که در ولایت های سوخت و ختلان واقعا جریان دارند. حاضر ما باغ داریم در 8 $10 چی وقت سزونش حاضر من امروز уже چینده استودیم راه رو گرانیسو محکم باشد و حرکت کردم و برای اوکراین یا برای روسیه و دیگه جا برآورده استودیم حرکت کردن. این کارا کردن در کار این وقت میگذرد وقتش که گذشت و مایس که همین $10 و تیز افتیده و ایران شده میبرد. صاحبکار سید مراد دولتوف در آخر صحبت آرزوی و تمنیات نیک خویش را بهر پیشرفت جامعه رهایی از مشکلات به عمل آمده بر اثر کووید 19 ابراز داشت و به هموطنان سلامتی خواست. من ندارم میخوام حکومت خودم من میخوام ندارم دکترایی که همین خلق ما با خدمت کرده استودیان
беданд баракован ва ё худошун ҳаёти худошун ҳамин хел риск ба монда худошун хатар ба монда болои халқа мо хизмат кардастем бараков бедам